الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، تا آمدن مولانا رحمت الله حفظه الله یک چند سخن دیگر میکنیم و انشاءالله که حضرت آمدن و اونها انشاءالله که صحبت ادامه میدهند. میخواهم که اطراف آیت 29 سوره دخان یک صحبت داشته باشم. بسیار عجایب آیتی کلام الله هست که راستی هم انسانها در تعجب میزنند. خداوند جل شأنه در این آیه مبارکه قرآنی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صدق الله العظیم. الله جل شأنه در این آیه های مبارکه قرآنی اطراف سرسختترین دشمن خدا صحبت می کند. فرعون لعین که یکی از سرسختترین دشمن پروردگار عظیم و شان به شمار می رفت و حتی دعوای خدایی داشت: انا ربکم الاعلی. وقتا که خلق خود را و امت خود را جمع می کرد، برای اونها دایم یک تعلیمات داشت که من هستم پروردگار شما. لیکن بیچاره فراموش کرده بود که خداوند متعال او را از یک نطفه آفرید و از یک جای پلید بیرونش کرد و خار و ذلیل او را بر درون قبر میبرد. خداوند وقتا که قصه این سرکش را میکند میگوید: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. خداوند متعال میگوید که برای مرگ این طائفه انسانهایی که دستور الهی را زیر پا میکنند، دعوای خدایی دارند، بندگان را برای عبادت خود امر میکنند، آسمان و زمین نمیگیرد. راستی هم انسان در تعجب میزند که آیا انسان آسمان و زمین به مرگ انسان میگیرد؟ خدا میگوید که آسمان و زمین برای این نمود سرکشان نمیگیرد. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما که یکی از یاران پیغمبر گرامی قدر بود، مرد پیشش آمد گفت: یا ابا العباس ارأیت قول الله فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. تو در اطراف این آیه مبارکه قرآنی که خدا میگوید که آسمان و زمین به مرگ بدبختان و سرکشان نمیگیرند، چی میگویی؟ حضرت فرمود، حضرت گفتن: نعم انه لیس احد من الخلائق الا وله باب فی السماء. خداوند تو ای سؤال دهنده هر را که خلق کرد، در این دنیا یک دروازه برای او در آسمان میکشاید. ینزل منه رزقه
وقتا که این که به دنیا آمد خداوند رزق و روزی او را میکشد و از همون آسمان و از همون دروازه اجازه رزق او را به پایان روان میکند و یسعد منه عمله. حضرت میگوید که هر انسانی که در این روی زمین خدا خلقش کرد و هر عملی که میکنه در این دنیا یا عملی شایسته مقبول خداوندی است یا این که نافرمانی خدا را میکند، الله جل شأنه به واسطه اون ملائکه که خدا مقرر کرده است که هر روز عملهای ما و شما را می نویسند که از پیش خدا هیچ عملی ما و شما دور نمی شود، بر همون دروازه به پیش خدا برای حساب و کتاب می رود. حضرت می گوید فاذا مات ابن الادم، وقتا که همین انسان که از دنیا می گذرد، ففقده مصلاه، وقتا که جای نمازی که در او سجده میکرد، جای نمازی که قیام لیل در او راست می ایستاد و میخواند، او مسجدی که در تاریکی های بامداد و خفتن در او را کشاده میکرد و صدای الله اکبر بالا میکرد، وقتا که دیگر مین برد و دیگر در او جای نمازش نیست، فبکت علی، این جای نماز میگیرید که این نمود انسان صالحی که هر روز نماز میگذاشت و این نمود انسان صالحی که رکوع و سجودش بالای من بود، دیگر بالای من نیست، میگوید و گریه میکنه. و او آسمانی که عمل این از این زمین بر همون آسمان میرفت، وقتا که روزها میگذرد و دیگر بر همون دروازه عملهای او بالا نمیشوند، نماز میخوان دیگر نماز او بر او دروازه بالا نمیشود، روزه او بالا نمیشود، صدقات او بالا نمیشود، اذکار و تسبیحات او بالا نمیشود. پس آسمان گریه میکنه که این انسان صالح که بر درون من به پیش خدای بزرگ اعمالش میرفت، امروزها از دنیا گذشته است که عملهاش دیگر بالا نمیشوند. فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین. حضرت مجاهد رحمت الله علیه که یکی از تابعین و یکی از مفسران قرآن کریم است میفرماید ما مات مؤمن الا بکت علیه السماء والارض 40 صباحا. هر انسانی که از دنیا میگذرد، اکنون بنده مسلمان خطا یکی از این نمود انسانها اختیار کن. وقتا که مؤمن از دنیا میگذرد، این آسمان و زمین 40 روز برای همین بنده میگیرد. اما اگر بنده نافرمان و سرکش باشد، طاعت خدا و پیغمبر برای او قدر نداشته باشد، حکم الله و پیامبر برای او بازیچه باشد، قسم به خدا که به مرگ او زمین و آسمان میخندد. شاید هر روز این زمین از پروردگار خود اجازه پرسد که این نمود بدبختانه که بالای من راه میگردن، ای الله اجازه بده که من اینها را فرو بکشم. فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین. خدا میگوید آسمان و زمین برای بی خدایان، برای نافرمانها
و برای کسانی که حکم خدا و پیامبر برای او قدر ندارند نمیگیرند. حضرت میگوید که پرسیدم اتبکی الارض، حضرت مجاهد میگوید که پرسیدم که آیا این زمین میگیرید؟ قال اتعجب، تو تعجیب میکنی که آیا زمین میگیرید؟ در این کلام الهی تو شک داری؟ فما للارض لا تبكي وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوی کدوی نه. چرا آسمان و زمین نگیرید؟ چرا به مردن یک مؤمنی مسلمان، به مردن یک عالم و خداترس، به مردن یک ذاکر، به مردن یک کسی که نمازهاش در مسجد است، چرا او آسمان نگیرید؟ چرا او زمین نگیرید که به تسبیحشو، به ذکرشو، به نمازشو، به قرائتشو، به قرآنش صدای او مثل صدای زنبور در آسمان شنیده میشو؟ چرا به مرگ اینها نگیریم؟ بندگان خداوند، یقین بدانید که خداوند متعال برای ما و شما دو راه را نشان داده است، پس اختیار در دست خود ما و شما است. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی میخواه راه محمد اختیار کنه، راهی که راه نجات توست، راهی که راه سعادت تو در دنیا و در آخرت است، راهی که خداوند بر این راه تو را در او جنات و نعیم جایگزین میکند، راهی که آفریدگار تو خرسند میشود. اگر بخواهی این راه را اختیار کن، فمن شاء فلیکفر. اگر که بخواهی راه کسانی را اختیار کن که اونها به خدا و پیغمبر باور ندارند. اگر بخواهی راه کسانی را اختیار کن که حکم خدا و پیغمبر، نماز و روزه و اذان و قامت، زکات و حج و رمضان برای او قدری ندارد. لیکن یک چیز برای تو میگویم، این را هم فراموش نکن. إنا اعتدنا للظالمین نارا. من برای اون سرکشان و برای کسانی که راه محمد و اصحاب او را اختیار نمی کنند جهنم آماده کردم. باور کنید دوزخ میگیم هر روز، لیکن از وصف دوزخ بیخبر هستیم. در روایات آمده است که همین دوزخی که دوزخی ها در او انداخته می شوند 70 سال آتشش می زنند تا که سیاه شود، باز 70 سال دیگر آتشش می زنند سفید می شود، باز 70 سال دیگر آتشش می زنند بعد از آن سرخ می شود. بعد دوزخی ها داخل این آتش دوزخ کرده می شود. اگر طاقت این دوزخ داشته باشی، اگر طاقت عذاب الهی را داشته باشی، پس راه محمد ترک کن و راهی که شیطان او را اختیار کرده است، پس او راه را برای خود راهی پسندیده انتخاب کن. بندگان خداوند، راستی هم از سبب کم بودن وقت من اطراف سوره ماعون صحبت کوتاه کردم، لیکن میخواهم که درباره اون نمازی که گفتیم که خدا میگوید فویل للمصلین کشاترک صحبت کنم. حضرت مولای اومدن، میخواهم صحبت ما ادامه بتم. خدا میگوید فویل للمصلین،
وای بر حال اون نمازگزارهایی که نماز خود را فراموش میکنند. اگر اونها نماز بخوانند پروای ثواب نماز ندارند، اون به رحمت خدا احتیاج دارد و نه این امید دارد که خداوند جل شأنه بر این نمازم من می بخشد. و اگر از نمازش خواب رود یا به خاطر دنیاشو، به خاطر منصبشو، به خاطر خواهشات نفسش اگر این نماز از پیششم قضا شود، خوف خدا در دلش نیست. این نمود انسانهایی هستند که بر قیامت الله جل شأنه ایمان ندارند. خدا میگوید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. انسانهای به دنیا می آیند که کاستگی در نماز خود دارند. روز یک صحابی پیامبر پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، گفت ای حبیبی خدا صلی الله علیه و سلم، من نابینا هستم، اگر تو حبیبی خدا برای من اجازه بدهی من نماز جماعت از این روز پس نمیام، زیرا که یگان آدمی ندارم که من به نماز جماعت بیارم. حضرت گفت اتسمع النداء، آیا تو اذان میشنوی؟ پیش از این گفتش که برای تو رخصت یگان انسان نداری که تو را به مسجد بیاره. وقتا که رهکی شد رسول اکرم گفت که تو اذان میشنوی؟ گفت ای رسول خدا بله میشنوم. گفت اذن فعجب، وقتا که تو اذان که میشنوی دیگر خدا برای تو اجازه نمیدهد که تو در خانه نماز بخوانی. اکنون بنده مسلمان امروز وقتا که دعوای ایمانداری و مسلمانی داری و دعوای محبت خدا و پیغمبر داری، پس خود در برابر یک صحابی پیغمبر که نابینا بود ختمان، چشم رسا، عقل رسا، چشم بینا، پاهای ساز ره میگردی، اما یک وقت نماز هم در مسجد نیست. پس چی خیل محبت خدا و پیغمبرت در دل داری؟ خدا میگوید قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر ای بندگان من، خدا میگوید آفریدگاری تو ای بنده میگوید که اگر تو دعوا بر این داری که تو من دوست میداری، الله دوست میداری، پس پیرو از حبیب خدا صلی الله علیه و سلم باش. فتبعونی، پیرو از من محمد باش. اگر امروز مسلمان دعوای دوستداری خدا میکند، اگر امروز مسلمان میگوید که جانم فدای او خدا، اما در اخلاق و رفتار و گفتار او اخلاق و رفتار محمد نیست، قسم به خدا که دروغ میگه، قسم به خدا که دروغ میگه. زیرا خدا میگوید که اگر تو خدا را دوست میداری، اخلاق و رفتار و گفتار و کردار تو مثل رفتار و کردار محمد باشد. پس جزا چیست؟ پاداش چیست برای تو ای مسلمان؟ خدا میگوید تمام گناهان تو را من میبخشم. پیروی تو از حبیب خدا، پیروی تو از سنتان پاک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیروی تو از این نماز جماعت، پیروی تو از خدا، پاداش تو این بخشیشی همه گناهان توست. این است سخنان خدا و پیامبر. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة.
بعد از اصحاب پیغمبر، بعد از او کسانی که جان فدایی برای تعلیم ای دین دادند، انسانهایی می آیند که بی نماز هستند. نماز در اونها قدر ندارد. یک صحابی پیامبر رضی الله عنه اجمعین در بستر بیماری بود، از جاش خیسته نمیتانیست. برای فرزندانش امر کرد که ای کتفاش به مسجد برنش. ای پدر جان، خدا تو را اجازه داده است، تو مریض هستی، در خانه بستری باش. خدا این جماعت از گردن تو ساقط کرده است. گفت آرزو دارم که در سجده در نماز جماعت این جان به آفریدگارش تسلیم کنم. در حقیقت همین خیل هم شد. روح مبارکش در مسجد، در سجده، در نماز جماعت به عرش معلا پرواز کرد. این است اخلاق پیامبر، این است پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این است انسان‌هایی که آسمان و زمین برای مرگ آنها می‌گرید. هارون رشید رحمت الله علیه یکی از پادشاهان عالم بود. قریب که 3/1 همین کوره زمین را حکمرانی میکرد. وقتا که مرگ گریبان او را گرفت، فرزنداش نشسته بودند. برای آنها گفت که میخواهم همان جایی که قبر من در اونجا میکنه، میخواهم که همون موضع قبر خود را در زندگیم ببینم. حضرت از بسترش گرفتن، بر او جایی که قبر او کنده می شود بر اونجا بردند. وقتا که نظر به جای قبرش کرد، از چشمانش اشک ریخت. از چشمانش اشک ریخت. گفت هلک ما اغنا عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه. این مال و ثروتی من، این پرزیدنتی من و این حکمرانی من برای من هیچ فایده ای نداشته است. معلق این قصه می فرماید در تحتش که اشک از چشمانش می ریخت و به سوی آسمان نگاه کرد. یا من الذی لا یزول ملکه. گفت ای او اللهی که ملک تو و پادشاهی